در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت میکنند. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین حق ندارن اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن.